پرطرفدارترین گوشی این روزا تو دنیا واسه عکاسی آیفون 17 نیست، آیفون 6. شاید از حرفی که الان زدم تعجب کنین، ولی واقعیت اینه که همه جای دنیا آدما دارن دوباره با آیفون‌های قدیمیشون عکس میگیرن، مثل آیفون 6 یا حتی آیفون 3GS. حالا دلیلش چیه؟ آیفون‌های امروزی در مقایسه با آیفون‌های قدیمی داینامیک رنج بیشتری دارن. وضوح رنگ توشون خیلی بیشتره و عکس‌های شفافتر و واضح‌تری دارن. در مقایسه آیفون‌های قدیمی هیچ کدوم اینا رو ندارن. ولی عکس‌های نرم‌تر، صمیمی‌تر و گرم‌تری رو به ما میدن. انگار عکساشون به واقعیت نزدیک‌تره. مثل دیجیتال کامراهای قدیمی رو بهمون میدن. نمیدونم، شاید این به خاطر علاقه ذاتی ما آدما به نوستالژیه، ولی بیشتر از اون به نظر من به خاطر اینه که ما از بیش از حد بی‌نقص بودن همه چیز خسته شدیم. همه چیز انقدر تغییر بدیم تا بی‌نقص بشه، حتی چهره‌های خودمونو. ولی شاید وقتشه که یاد بگیریم یه سری چیزا با نقصاشون خیلی قشنگ‌تره.